به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید تماشابینان عزیز. یک حکایه برایتان نقل میکنم، برای پند، برای اولا برای خودم و بعداً برای ما و شما. در یکی از دیه‌های خرد دو درخت رو برای هم می رویدند. یکی از آنها درختی بلند و سرکش و زیبایی بود که خود را از همه قوی‌تر، یعنی پرقوت می حسابید. برگهایش وسیع، شاخهایش پهن و با باد هر زمان غرور می کرد. درختی دیگر باشد اندک کوتاه‌تر و باریک‌تر بود. برگهایش خردتر بود، اما همیشه با خاکساری می ایستاد. روز شمالی سخت می وزد. درختی بلند با افتخار گفت: من از همه قوی ترم. این شمال مرا همیشه تحریک داده نمی تواند. اما درختی خاکسار آرام گفت: من شاید مثل تو قوی نیستم، اما هر بار با شمال خم می شوم تا شکسته نشوم. شمال سخت‌تر وزید. درختی بلند سرخم نکرد، با اصرار راست ایستاد. ناگاه شاخه های بزرگش شکستند و خودی درخت هم از ریشه کنده شد و افتاد. اما درختی خرد که با شمال خم می شد زنده ماند و پس از رفتن طوفان باز سر برداشت. خلاصه تماشابینان عزیز، این حکایه با ما می فهماند که هر کسی با غرور و کبر زندگی کند در روز سنجش می شکند و هر کسی با خاکساری و صبر زندگی کند حتی در سخت‌ترین حالتها زنده می ماند. الله تعالی در قرآن می فهماند، می فرماید، ترجمه معنا: الله متکبران را دوست نمی دارد. سوره نحل آیت 23. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز فرمودند: کسی که در دلش ذره کبر داشته باشد به بهشت نمی درآید. بنابراین تماشابینان عزیز، برادران و خواهران عزیز، بیایید مثل آن درختی خاکسار باشیم، با صبر، با تواضع و با محبت زندگی نماییم. چون این انسان را الله تعالی نیز دوست می دارد و در زندگی البته برکت می دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.